قمری هستم، باشنده مزار شریف و متولد در یک خانواده پرجمعیت تحصیل کرده و حاصل می باشم. محصل پوهنځی انجینری پوهنتون بلخ بودم که بنابر شرایط سیاسی نتوانستم به درسهایم ادامه بدم و چون مادر جانم شغل پرزحمت خیاطی را پیش می بردن، خواستم یک کارگاه خیاطی ایجاد کنم که نه تنها ما بلکه به مثل ما هم قطارایم و نوجوانانی که نتونستند به درسهای خود ادامه بدن کار کنند و کسب درآمد کنند. بناهن کارگاه مودستایل را در منطقه که زندگی می کردم ایجاد کردیم و یک صفحه به نام مودستایل در اینستاگرام فعال ساختم تا از طریق سوشیال میدیا هم زمینه رشدمان را مهیا بسازیم. فعلا به تعداد 15 کارمند داریم که تمامشان دختران کارفهم و با استعداد هستند و خواستم و تصمیمم به آینده ای است که کارگاه ما را به یک کارخانه بزرگ تولیدی تبدیل بسازیم و انشالله روز برسه که لباس هایی که ما و تیمم میدوزیم به بزرگترین فیشن شوهای دنیا به نمایش گذاشته شود و مودستایل به یک برند جهانی تبدیل شود. در اخیر تشکری میکنم از مادرم که این شغل مقدس به ما یاد دادن و تشکری میکنم از تمام مادرهایی که از دخترانشان حمایت میکنن و پیامم به نوجوانان ای است که همیشه هدفهای بزرگ داشته باشین و به خاطر رسیدن به خواسته هایتان نهایت تلاشتان را بکنین.